امروز اومدیم یکی از بهترین باشگاه‌های تهران، باشگاهی که بیشتر سلبریتی‌های معروف مثل خواننده‌ها، فوتبالیست‌ها و رپرها اینجا تمرین میکنن. بهتون معرفی کنم، تمام طبقاتش رو با هم ببینیم، با هم دیگه یه تمرین کنیم، با من همراه باشید. داریم میریم سمت رختکن، از این راه رو وارد میشیم، سمت راست رختکنه. داریم میریم طبقه یک، طبقه یه فضای باز داره برای کراسفیت و اینا، دستگاه هم داره ولی برای گرم کردن کلا مناسبه و هوازی. الان بهتون نشون میدم. اینجا طبقه اول هست. سلام، عرض ادب. الله خیلی مخلص. خب اینجا طبقه اوله. فوتبالیستا و ورزشکارای حرفه‌ای رو بیشتر تو این طبقه می‌بینید. یه فضای باز که برای ورزش‌های هوازی و کراسفیت میتونه مورد استفاده باشه. یه قسمت داریم، قسمت دستگاه هست که حالا یه سری دستگاه‌ها برای بهتر هوازی زدن و اینا هست و بهترین قسمت هوازی‌ها هست که پشت سرم می‌بینید. تردمیلا و دوچرخه و پله اونجا قرار داره با یه ویو بسیار زیبا که وقتی مثلا داری تردمیل میزنی ویو برج میلاد رو میتونی ببینی و از هوازی زدن لذت ببری. بهتون نشون میدم. خب اینجا کش آماده هست، یه قسمت گذاشتن هر نوع کشی بخواید هست. من یه کش برداشتم بدنمو گرم کنم که بریم برای ادامه دیگه. حرکت دوم برای گرم کردن یه دونه چوب برداشتم. این حرکت رو همیشه تو گرم کردن اجرا میکنم. فضای عالی. از اینجا میخوایم بریم طبقه دستگاه‌های بدنسازی، اونجا رو هم بهتون نشون بدم. این در واقع واسه هوازی زدن، اما برای گرم کردن هم میشه استفاده کرد. خیلی باحاله. پاهاتو اینجا فیکس میکنی، یه دونه گردونه آب داره اینجا و به این صورت اومدیم طبقه همکف، طبقه دستگاه‌های بدنسازی. دستگاه‌هاشون کامله و از برند هویست آمریکاست با تکنولوژی راکیت. حالا این چجوریه؟ موقعی که حرکت رو اجرا می‌کنی به این صورت پوزیشن بدن رو تغییر میده. ببینید باعث میشه که فشار بهتری به بدن بیاد. خیلی باحاله. با ویو برج میلاد تا حالا لت زدی؟ یک سری دستگاهاش دیگه سوزنی نیست وزنه رو عوض بکنی. ببین به این صورته. اینو خیلی راحت عقب جلو میکنی، میبینی به این صورت میذاری، بستر میدی جلو که از اینجا شروع کنی و شروع. خدایی باحاله. خب تمرین وزنه رو زدیم، بسیار لذت بخش بود. فضاشو خیلی دوست داشتم، دستگاهاش استاندارد بود، خوب بود، خیلی لذت بخش بود. حالا میریم یه غذایی با هم دیگه بزنیم و بریم ریکاوری اصلی و قسمت خفن و لاکسری باشگاه. رسیدیم طبقه -1. با من همراه باشید. این قسمت دستگاه سولاره. اینجا آرایشگاه هست که ما رو میزنه، یه آرایشگاه بسیار حرفه‌ای و اون ته هم رستوران هست. غذاهای رژیمی رو میتونید اونجا بخورید و سمت راستم که ما میخوایم بریم مجموعه آبی.
لباس رو عوض کردیم. اینجا یک حوله تحویل میگیریم. قسمت پایین مجموعه آبی هست. بریم با هم ببینیم. خب این قسمت سونا بخاره، اینجا سونا خشکه، اون ته جکوزی رو داریم با آب یخ و این استخر برای شنای حرفه‌ای، استخر سرپوشیدش برای شیرجه و اینا هست که میتونید استفاده کنید که ما میخوایم الان استفاده کنیم. اینجا قسمت مورد علاقه من استخر سربازشه که با ویو برج میلاده. اینجا حالا دیگه عمق و اینا نداره، واسه چیل کردن و آرامش و ریکاوریه. و اون تهش پلی‌استیشن بازی کنید، فیفا بزنید، هر چی دوست دارید بازی کنید. من فکر نمی کنم یک بدنساز بعد از تمرین به چیزی بهتر از این احتیاج داشته باشه. یک آب بسیار تمیز و سبک اینجا هست که دلم نمیخواد به هیچ عنوان از اینجا در بیام، شاید 2 ساعت تو این آب بمونم. و خب سقفم که بازه، هوا قشنگ میخوری، بسیار عالی. و اون ته هم که مانیتور داره برای گیم زدن، میتونیم وصل کنیم فیفا بزنیم. حالا ما این کارو نمیکنیم چون تایم شلوغی اومدیم، ولی واقعا فوق العاده است اینجا. استخر مسقفش برای شنای حرفه‌ایه، میتونی شیرجه بزنی، عمق زیاد نداره ولی حالا یه عمق محدودی داره. و در کنارش هم قسمت جکوزی و آب یخه که حالا میتونی، من خودم این کارو میکنم که میرم تو آب گرم بعد بلافاصله میرم تو آب سرد، میشه همه کارو کرد.